جورجی جون خیلی خوب، ما اینجا رونالدو رو داریم و جورجینا و پسرش. جونیور تخمه سگ، به چی میخندی؟ تو نیسان آبی هستن. جورجینیا رو گردن گرفتی بالاخره، راسته؟ آره، میخوای ننتم گردن بگیرم؟ بدبخت محو شد. این چه جمله بود تو گفتی آخه رونالدو؟ شلوار کردی با خود. داداش دارم داماد میشم، تخفیف نمیدی؟ از بابت قیمت خیال راحت باشه کریس جان، ما تو تهران تک جامه روی همه کت و شلوارام و پیراهن و کفش و کمربند و کراوات هدیه میدیم. ایول بابا دمت گرم. فکر نکنم رونالدو تا حالا کسی تخفیف خواسته باشه. بله عروسیشون هم تو نیسان آبی بود. من نمیدونم بالاخره عروسی کردن یا نه. اگه میدونین تو کامنت ها بگین. شما مگر ویدیو خوشتون اومد چنل ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید.